بد کرده بدگمان است میگویند در عرفیت. جواب با به اندیشه های به فرهنگ به تربیه. بله، بعضا شوخی، هزل، طنز یا حتی یگان شعری بسیار نفیس و نازکی شاعران گذشته یا امروز رو پیشنهاد میسازی. اونهایی که گمانی بد دارند، اندیشه تاریک سیاه دارند، به خود کشیده به جای قلم بحث مناظره کردن حقارت میدهند، گپای دغل میگویند، اون چنان مناسبت میکنند که گویا که در سر گهواره ما نشسته باشند. اصلا از قدیم اومده که کسی که رفتاری بد داره، کرداری بد داره، مناسبتی بد داره، دیگران رو نیز به خود قیاس میکند. همین است که چند روز پیش وقتی که ما یک شوخی بابوی سیولی رو پیشنهاد کردیم، چند تنه حقارت کردند. این گروه اصلا یا حرامزاده اند، یا بد اخلاق و بی تربیت، یا از فرهنگ ملی خبر ندارند. چون که به خاطر شوخی، هزل، طنز ما چیزی رو پیشنهاد میکنیم و اونها اگر معقولشون نیست گوش نکنن. ما کسی رو نام نگرفتیم، کسی رو حقارت نکردیم، مادر، دختر یا زنی کسی رو مذمت نکردیم. همونی که به گناه بد میرود یا حرامزاده است یا حرام تیرکی که کسلمندی که فقط در اندیشه گویا فسق و فجور است، خود به همین عملها مشغول است و به یگان شک شبهه چنین مرد را زنش هم فاحشه و رهزن رهگم است یا مادرش به همین راه ها بود. در عرفیت باز این چیز هم مطرح شده که میفرمایند از زنی غر بروید زان که استادش غر است، و آن که حقارت پیش میارد، دغل میگوید، اصلا بیمار است. و گفتی یادگاری ناظر بیماری روحی که به حال این چنین باید که بگریست. ولی به هر حال انسان در کدام دوره باشد، در کدام وضع باشد، در کدام اندیشه باشد، اقلا خودش رو احترام کند. چون که وقتی که او به همین راه دیگران رو سنگ مذمت میزند، انیق است که وی بد اخلاق یا حرامزاده است گفتیم، یا فاسقی که زنش نیست فاحشه است. برای همین اقلا خودت رو برادر احترام کن. در همین راه که میروی فردا روز قیامت جواب تا خودت میگویی، ما جوابمون خودمون میگوییم. تو در کدام سین و سال نمیدونم، ولی به هر حال تو با چنین الفاظ حقوق معنوی کسی رو تربیت کردن نداری. اگر داشته باشی اول خودت تربیت کن، با احترام خودت صاحب شو، گفتنی باشی، اندیشه‌ات رو با ادبانه پیشنهاد کن. یکی از ایجادکاران موفق زمان، ژورنالیست شناخته، نویسنده صاحب دیوان و شاعر شیرین بیان ناظر یادگاری در دو بیت بسیار زیبا و نشانرس برای ما همزبانان همزبانش پیشنهاد ساخته. کدام آدم بدی کردن توانیست، همان آدم که او بیمار روحی است. کسی بد میکند بیچاره است او، به حال این گروه باید که بگریست.